فردا پنجشنبه 13 آذر سال روز وفات مادر همه ما خانم حضرت ام البنین هست. روزی که خیلیا دلشون رو به نام این مادر بزرگوار گره میزنن. مادری که به کرامتهاش و حاجت روایی معروفه. معجزات این مادر بزرگوار بر هیچ کس پوشیده نیست. پس اگر منتظر کمک غیبی هستی، ام البنین رو به جان پسرش ابوالفضل عباس قسم میدیم که هر کس هر حاجتی در دل داره با دیدن نام این مادر بزرگوار در تصویر بهش برسه. با هم به نیت ابجد نامشون 184 صلوات هدیه به خانم ام البنین میکنیم. اگر حاجتمندی، اگر آرزوی محالی در دل داری و منتظر معجزه هستی، در ختم صلوات شرکت کن و در کامنت ها بنویس یا ام البنین و این ویدیو رو برای نزدیکانت بفرست.